سلام، خیلی خوش اومدین به 12مین قسمت از تفسیر و بررسی آلبوم مجسمه سورنا. امروز قراره به شعر چرخش رنگ‌ها بپردازیم. قبل از اینکه این کارو شروع کنیم توصیه میکنم که کار دار یا همون داستان مریم رو از سورنا گوش کنید که خب یک شخصیت مرتبط در هر دو این شعرها هست. به هر حال این شعر از نظر خیلی را پیچیده‌ترین آهنگ این آلبومه. سعی میکنم تمام ابهاماشو در حد امکان برطرف کنم. بالاتر از خیابون و پر دود سرخی، گسسته از شلوغیا پشت کوله پشتیش، سپهر آسمون بود پر رود امید، تنش گرگومیش لبش رژ خون خورشید. خب با شخصیت اول ما آشنا میشیم که سپهر باشه و این خستگی رو درونش ببینیم، خستگی و انزوایی که حالا بر اثر شلوغیای جامعه درون اون شخص شکل میگیره که تقریبا ویژگی مشترک هر چهار شخصیت این شعر، حالا بهش میرسیم، و تضادی که درون خودش داره. تنش گرگومیش یعنی انگار در این تن یه تضاده، دقیقا مثل هوایی که انگار بین روشنی و تاریکیه. لبش همون رژی که روشه انگار خون خورشید. شهر تیر توی زنانگی میزد، اون توی خلوتش به یاد مردی بود. اون نمیخواست تو سنتگاه بره، زمانش رسیده بود نقب بزنه تا دل حوادث. خب شهر تیر توی زنانگی میزد خیلی ساده، یعنی که خب طبیعتاً جامعه ازش انتظار داشت که این عاشق مثلا یک زنی باشه دیگه، چون خودش سپهر یک مرده عاشق یک زنی باشه، اما خب اینطوری نبود. چرا؟ چون توی خلوت خودش به یاد یه مردی و میخواست با سنت هم به این شیوه حالا مقابله بکنه و اینکه زمانش رسیده بود نقب بزنه تا دل حوادث. نقب زدن مثل تونل زدن میمونه، وقتش بود که دیگه با اون حوادث روبرو بشه. وقت رسیدن توی نبض چکیدن یه مرد که زن میشد لحظه دیدن. یعنی انگار ظاهر مرده اما نگاهی که داره میکنه نگاه زنانه‌ایه که خب خودش فقط از این موضوع طبیعتاً خبر داره. سپهر سالهاست که عاشق چکاده. این علاقه اوله، یعنی علاقه شخصیت اول ما به شخصیت دوم. شخصیت دوم چکاده. در مورد چکاده توضیح کوتاهی بخوام بدم، خب ما چکاد رو توی همون کار مریم که گفتم داریم که با یه جورایی یه نوع حالا تجاوزی، یه نوع تهدیدی باعث میشه که مریم حکم تکفیر بگیره. اونو تهدید میکنه به این که موهایی که من دارم موهای توه، من اگر با من نیای به کل شهر میگم که موهاش دست منه، که یعنی این بی عفتی کرده، من تو رو به این جرم محکوم میکنم اگر با من نیای، در صورتی که اصلا اون موها واقعا موهای مریم هم نبوده. در نهایت کار به جایی میرسه که این کار رو انجام میده، باعث حکم تکفیر اون میشه، اما مریم میاد مقابل همه شالشو بر میداره، به قول خود سورنا از حجابش دفاع میکنه و باز هم اتفاقی نمیفته، باز هم این حکم تکفیر امضا میشه و عاقبت مریم نابود میشه. یعنی چکاد تبدیل به یک آدمی شده در اون داستان که لحاظ زمانی مشخص نیست قبل اینه یا بعد اینه، که با یه همچین خشونتی، با یه همچین کاری داره عملاً بهره بری میکنه از یک دختری که هیچی از شهر جز شهر خودش نمیدونست. دیگه من بیشتر از این توصیف نکنم که احتمالاً اون کارو گوش دادین و خودتون در جریان هستین. خب خلاصه سپهر سالهاست که عاشق چکاده. شخصیت دوم ما داریم باهاش آشنا میشیم که چکاد باشه. چکاد فرزند مادر افسرده بود، دنبال زنانگی مردش به زیر سیلی زندگی. یک کوه شده پر از سنگ‌های خرد. یه مبارزه تو روزه ولی شب زیر نفوذ. یه زوزه مرموز میسوزه، وقتشه آتیش عشقشو بالا بیاره. خب ببینید، اگر ما بخوایم یه تعبیری داشته باشیم اینجا به دو دسته قشنگ تقسیم میشه که من هر دو رو براتون میگم، برداشت کاملا آزاد. حالت اول اینه که چون چکاد فرزند یک مادر افسرده است، اون مهر مادر رو کم داره درون خودش. به همین علت بخشی از درون یک شخص که باید به خاطر اون مهر مادر باشه تبدیل میشه به یک زنانگی مرده درون این شخص. خب این یه حالته. حالت دوم اینه که نه، مثل سه شخصیت دیگه‌ای که ما داریم در این کار، چکاد هم دوگانگی داشته باشه که این دوگانگی باعث بشه که یه زنانگی درون خود این انگار دفن شده باشه تا بعد بخواد بیاد بالا. اگر ما حالت اول رو بگیریم، توی حالت اول که من گفتم هم زیر سیل زندگیه، هم زنانگیش مرده، هم مادر افسرده‌ای داشته و در نهایت این سنگ‌های خرد یک کوه رو درون این شکل دادن. کوهی که انگار هر چی ظاهر این آدم رو روز باشه، درون خودش یه شب تیره است، پر از تیرگیه، پر از آتیشه. آتیشی که درونش مونده که از یک کوه شکل گرفته که اون کوه هم از سنگ‌های ریزه. وقتشه که این بروز پیدا کنه. خب ما بروز اینو کجا دیدیم؟ تو کار مریم
که با خشونت میاد تهدید میکنه، اون کارا داره میکنه. انگار ما بخوایم ریشه یابی کنیم که چرا چکات همچین شخصیتی شد به این علت ها. میگم این اگر ما اون برداشت اول مد نظر داشته باشیم. برداشت دوم مد نظر داشته باشیم که خب میگم انگار در ادامه مثل ساختار هر سه شخصیت دیگه میشه توی این کار. بریم برای ادامه. چکات سالهاست عاشق سوزه. شخصیت سوم ما معرفی شد. خب پس تا اینجا من یه توضیح بدم دوباره. سپهر رو داریم که عاشق چکاده، چکاد رو داریم که عاشق سوزه. حالا سوز کیه؟ سوز یه شعر فراری از شاعره که سالهاست توی وهم تخیل وزیده، پر از تنفر از شهر آلوده به دوده، پر از تنفر از مرز قانون شکونده. گاهی فکر میکنه یه فاحشه تنهاست، گاهی دنبال نمایش یه فرداست، اما وقت وزیدن یه بار واسه همیشه. خب سوزو که ما داریم، شعر فراری از شاعر چی میشه؟ میشه مخلوق فراری از خالق. و کلا این شخصیتی که داره به ما ارائه میکنه سورنا با تمام مرزها، با تمام قوانین، با میگم حتی خالق هم مشکل داره که این شیوه فراری بودن از شاعر، فراری بودن از خالق رو هم ما تو کار مجموعه نگار میدونیم جنسش چیه دیگه. و حتی در مورد شخصیت خودش هم به یک پارچگی نرسیده. گاهی فکر میکنه یه فاحشه تنهاست، گاهی دنبال نمایش فرداست. یعنی انگار درگیری بین امید و از دست رفتن هویت. خب اما وقت وزیدن یه بار واسه همیشه. شخصیت قبلی وقت نقب زدنش به حوادث بود، این الان وقت وزیدنش. انگار هر کدوم زمانش رسیده که روبرو بشن با اون چیزی که درونشون خفته. خب سوز سالهاست که عاشق هواست. شخصیت چهارم به ما معرفی شد. پس یه بار دیگه من دوباره از اینو هی مرور میکنم که باعث گیجی نشده باشه. سپهر عاشق چکاد، چکاد عاشق سوز، سوز عاشق هوا. خب بیزار از زنیت یه تمدن اسیری، از این فرهنگ پیر و از این تسلط پذیری، میزنه بیرون از تو ساعت یه شهر، به دنبال یه زن میگرده تو قامت یه مرد. یه حبوط به چهره، هوا به دنبال مهره. خب وقتشه که خودش گاز بزنه گناهو. در مورد شخصیت پردازی هوا ما مسئله که هست اینه که این شیوه نوشتار هوا همه رو ما یاد شخصیت همون آدم و هوا میندازیم. خب من باید در مورد این فرهنگ توضیح بدم که میگه فرهنگ پیر منظورش چیه. منظور از این فرهنگ پیر انگار یک شیوه تکراری باشه که در تاریخ از ابتدا بوده تا انتها، که میگم این اشاره به هوا رو توجیه میکنه. این از این تسلط و از این فرهنگ پیر و همه اینا ناراضیه. حالا این موضوع اصلا چی هست که این ازش ناراضیه؟ خب در داستان آدم و هوا، حالا بگیم داستان، بگیم هرچی، توی اون ماجرای آدم و هوا برای آدم خلق میشه. پس گزینه دومه. یعنی انگار یک دقیقاً مثل جنس دوم باشه. پس این از این فرهنگ پیرخسته است، همون شخصیت هوایی که همه میشناسن، و میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه حبوط به چهره داشته باشه. حبوط چیه؟ حبوط میشه سقوط جایگاهی، مثل اینکه شیطان از بهشت بره جهنم میشه حبوط شیطان. میخواد به چهره حبوط کنه و هوا به دنبال مهره. وقتشه که خودش گاز بزنه گناه، مستقیما با گناه روبرو میخواد بشه. هوا سالهاست که عاشق سپهر. اینم ضلع آخر از این چندگانه عشق که دوباره من مرور میکنم. سپهر عاشق چکاد، چکاد عاشق سوز، سوز عاشق هوا، هوا عاشق سپهر. عین یه دایره است به ترتیب. و ترتیب این عشق هم در نظر بگیرید که دقیقاً ترتیب معرفی شخصیت ها و ترتیب این عشق پشت سر هم. حالا بعد میگم این چرا مهم بود. ما پاره های روح مجروح شهریم، گسسته از استبداد پوتین یه بیمار. یا نمیرسیم اونجوری که دل میخواد، یا میرسیم همیشه روزی که نمیخوایم. خب حالا اینجا ما یه چیزی رو داریم که انگار یک پوتین بیمار همه ما رو دوچار به یه بیماری میکنه. بیماری که باعث میشه در نهایت ما رو در زمان دوچار این موضوع بکنه که یا نمیرسیم در نهایت به اون چیزی که میخوایم، یا اگه رسیدیم دیگه وقتیه که اصلا به حالمون فرقی نمیکنه، مثلا کاربردی دیگه نداره برام. خب با اخطار داس آسمون و ساده پر نکشید. هویت، گناه، جنسیت و سرزنش یه دایره به دورمون با هر تنش، تا از ترس قاعده خفه بشیم تو مرکزش. خب این قاعده‌ای که آورده کلا انگار هویت ما،
جنسیت ما و اینکه حالا اگر کسی چیز متفاوتی رو بخواد از تمام این دایره‌ای که دورش پیچیدن تبدیل به یک گناه میشه، این باعث اون خفگی میشه. چرا باعث خفگی میشه؟ خود اون امر باعث خفگی نمیشه به تنهایی، شیوه برخورد جامعه و قاعده گذاری برای هر چیزی باعث خفگی میشه، چون ترس به وجود میاره. یعنی شخصی درون یک دایره است که بنا به هر دلیلی میخواد از این دایره خارج بشه، اما به خاطر ترس از قاعده و قانون این دایره تو همون مرکزش میمونه و تو همون مرکزش خفه میشه، انگار اون دایره این تناب دار میاد دور گردنش. خب آبیشیم از تاریکی گریز، رو سیاهی از ما نیست، سفید عشق بیشک. همونطوری که احتمالاً تو خوانش من متوجه شدین، ما اینجا یهو متنی رو باش مواجه میشیم که در سطح بقیه کار نیست. چرا نیست؟ چون ببینید ملودی محور این تیکه، یعنی انگار ما آوازی که میشنویم زیباست، واقعا زیباست، اما کلام نیست. ما اینجا نیومدیم که هد بزنیم یا صرفا به موسیقی گوش کنیم، این همه داریم زمان میذاریم که به اهمیت کلام پی ببریم دیگه. خب حالا موضوعی که اینجا هست اینه که ما آبیشیم از تاریکی گریز، رو سیاهی از ما نیست، سفید عشق بیشک. مفهومش مشخصه چی میخواد بگه، اما بیان اشتباهیه، چه از لحاظ قواعد دستوری یا هر چیز دیگه. مثال من میخوام بزنم، ما اگر اینو بخوایم درست کنیم مثلا میشه آبیشیم از تاریکی گریزون، یه همچین حالتی. آبیشیم از تاریکی گریز، حتی برای حالا اونایی که ادبیات رو پیگیری میکنن، این حذف فعل به قرینه لفظی هم نمیتونه باشه، چون اون آبیشیمو آورده در نهایت. و رو سیاهی از ما نیست، سفید عشق بیشک. دقیقا همینا، یعنی در خوانشش هم همینه، سفید عشق بیشک. عشق بیشک سفیده، همچین مفهومی رو میخواد بیان بکنه، اما درست بیان نمیشه و یعنی خب قطعا جای کار داره دیگه، باید این هم بیان بشه این موضوع. خیلی روش نمیمونم، میگم همین کافی بود دیگه. میگم ما آبیشیم از تاریکی گریز یا سفید عشق بیشک، اینا به تنهایی هیچ معنایی ندارن. مفهوم ما میتونیم بفهمیم که مفهوم چیه، اما چون ساختار درست نیست میگم روش نمیمونم. تو تئوری خنثای تحمیل جسم، سپهر عمل کرد به تغییر جنسیت، شد یه دختر به عشقش خاتمه نداد، یه ظرافت زنونه ساخت به خاطر چکاد. خب ما یادمونه که سپهر عاشق چکاد بود و به خاطر اینکه بتونه به گزینه مناسبی برای اون تبدیل بشه، تغییر جنسیت رو انجام میده. پس اینجا ما اولین شخصیت رو داریم که تغییر جنسیت میده، سپهری که زن میشه به خاطر چکاد. خب حالا میگه به خاطر چکاد که به خاطر سوز تن به فاصله نداده و یه مرد شده تو قامت یه زن. حالا برمیگردیم به همون موضوعی که من گفتم اینو میشه به دو شیوه تحلیل کرد. اینجا هم باز بر اساس همون ما باید پیش بریم. اگر ما فرض رو بر این بگیریم که چکاد درونش اون زنانگی هست اما تغییر جنسیت نداده، این میشه که میگه یه مرد شده تو قامت یه زن، یعنی انگار اون دوگانگی درون این مونده، یه مردی شده اما قامتش زن. مثل عبارتی که مثلا میگن فلانی ببین چه مردی شده برای خودش، چیزی شده، اینطوری. نه اینکه تبدیل شده، از اول همین اومده بالا، تغییری ایجاد نکرده، یه مرد شده با قامت یه زن که درونش پر از این حالا خشم مثلا. اما خب یه حالت دیگه هم اینه که بگیم عین تمام شخصیت های دیگه اینجا به خاطر سوز چکات هم تغییر جنسیت داده که گزینه مناسبی بشه برای سوز. اینم یه حالتشه، یه ساده ترم هست. خب و سوز زن شد تو قامت یه مرد که هوا رو بگیره به خاطر هواش. اینم عاقبت شخصیت سوم که سوزه، که اونم تغییر جنسیت میده تا بتونه به گزینه مناسبی تبدیل بشه برای هوا، چون هوا هم زن بودی میگه من مرد باشم که برای اون کافی باشه. خب و میگه که هوا رو بگیره به خاطر هواش. این هواش یعنی هواخواهی اون، به خاطر علاقهش، همین چیز. و هوا نقاب از چهره گرفت، مرد شد به عشق سپهر. اینم عاقبت شخصیت آخر که هوا هم دوباره تغییر جنسیت میده. برای چی؟ برای اینکه گزینه مناسبی بشه برای سپهر که عاشقمون بود. خب میگن تهش چی میشه؟ چرا ما همیشه دیر میرسیم؟ عشق مثل یک کاغذ باطله، پس از دور باطل دور زخم جاذبه هوس. فکرم اینو اشتباه خوندم من، چون آره پس از دور باطل دور زخم جاذبه هوس شد. خب
تا اینجا یه دور باطل دور این زخم بود. زخمی که زخم چی هستن؟ زخمی که از اول درون این دایره قواعد شکل گرفته بود، به اینا اجازه بروز نمیداد. زمانی که میخواستن با حوادث رو بروشن زدن همه چیزو خراب کردن. این یه دور باطل همینطوری چرخیدن. و چه اتفاقی افتاد؟ این عشق تبدیل به هوس شد. اینجا ما قشنگ حبوط عشق رو میبینیم که عشق یهو تبدیل به هوس شد و هوا احساس کرد که سوزو میخواد و سوز چکادو خواست. جهت دایره عوض شد. اینجا کار تموم میشه و مسئله‌ای که هست اینه که اگر دقیقاً دقت بکنید به ترتیب، ما اول سپهر رو شناختیم، بعد چکادو، بعد سوزو و بعد هوا رو، که جهت عشق اینا کاملا برعکس میشه تو کار. هوا عاشق سوز میشه، سوز عاشق چکاد میشه و ادامه رو ما توصیفش رو نداریم، اما خب مشخصا ادامهش هم به همین شیوه است. زمانی که در حالت عادی چکاد عاشق سوز بود، در ابتدا که ما توضیح دادیم چکاد عاشق سوز بود، اما حالا که دایره برعکس میشه سوز عاشق چکاده. خب این اگر اولش اتفاق میافتاد اتفاق مثبتی بود دیگه، حل میشد، نیازی هم به این همه تغییر و اینکه من خودمو به گزینه مناسبی برای تو تبدیل کنم نبود. اما الان اتفاق میفته و ما در ادامه نمیبینیم این موضوع رو که چکاد هم عاشق سپهر میشه، برای مثال تغییر میکنه، اما مشخصا همین اتفاقه، چون میگه که جهت دایره عوض شد. و این مثالی که سوزی که چکاد یه عمر منتظرش بوده حالا خودش عاشق چکاده و چکاد دیگه اونو نمیخواد، دقیقاً مشابه همین بخشه که میگه یا نمیرسیم اونجوری که دل میخواد یا میرسیم همیشه روزی که نمیخوایم. و همه اینا از اون فشار اجتماعی تشکیل میشه توی این کار که اینا رو وسط دایره خفه میکرد تا حالا از دایره بخوان فرار کنن و دیگه نمیدونن چطوری مقابله کنن. امیدوارم توضیحات کامل باشه، باعث گیجی نشه. من یه بار دیگه آروم برای بار آخرین رو توضیح میدم این روند ترتیب عشق‌ها رو. ما یه سپهر رو داشتیم که حالت آسمون پر از امید بود که علاقه به چکاد داشت، چکاد رو دوست داشت و تغییر جنسیت داد، از مرد زن شد. چکاد رو داشتیم که فرزند مادر افسرده بود، میشناختیمش ما از قبل به خاطر کار دار و درونش پر از دگرگونی، پر از خشم، پر از سنگ‌های کوچیک که تبدیل به کوه شده بودن و عاشق سوز بود. خب اما مطمئن نمیتونیم بگیم که به خاطر دلایلی که توضیح دادم نمیتونیم بگیم که چکاد هم آیا تغییر جنسیت داد یا نه، ولی فرض رو میگیریم که مثلا حالا داد و اونم زن شد. سوز رو داشتیم که شعر فراری از شاعر بود، با هر نوع قانونی مقابله میکرد، درون خودش دچار دوگانگی بود، خودش رو گاهی مثل یک فاحشه میدید و عاشق هوا که به همین علت تغییر جنسیت داد و مرد شد. هوا رو داشتیم که عاشق سپهر بود، از تمام اون توصیفات تاریخی تمدنی بیزار بود، میخواست این دفعه خودش با گناه روبرو بشه و به خاطر عشق سپهر اونم از زن تبدیل شد به مرد و در نهایت همه اینا بیکاربرد بود. جهت دایره برعکس شد، هوا عاشق سوز شد، سوز عاشق چکاد شد و چکاد عاشق سپهر شد. ممنونم که با من همراه بودید. وقت بخیر.